با سلام به شنوندگان عزیز جوناس تیوی. من ماشاءالله رزمی برای برنامه فارسی امروز به مدت 1 ساعت و نیم در خدمت شما خواهم بود. هموطنان عزیز، صحبت امروز ما در دو قسمت است. در قسمت اول راجع به شکست اسلامیون در انتخابات تونس و در قسمت دوم درباره مقاله‌ای که مجله دی اکونومیست راجع به ایران نوشته با شما صحبت خواهم کرد. هموطنان عزیز، هفته گذشته یک زلزله سیاسی در کشور تونس رخ داد. این زلزله سیاسی اتفاقی بود که کسی قبلا آن را پیش بینی نمی کرد و آن هم شکست اسلامیون در یک انتخابات آزاد و طرد آنها از طرف اکثریت مردم تونس بود. کسانی که طی 4 سال گذشته وقایع منطقه خاورمیانه را دنبال کرده‌اند دقیقاً می‌دانند که آنچه که به نام بهار عربی معروف شد از تونس شروع گردید. جوانی دیپلمه دستفروش هنگامی که مامورین شهربانی بساط او را به هم ریختند از روی ناامیدی و ناچاری خود را آتش زد و فوت نمود. مرگ این جوان ملت تونس را علیه رژیم حاکم در آنجا، حکومت بن علی، به خیابان‌ها کشاند و به این ترتیب انقلاب تونس با فراری دادن بن علی موفق شد. آنچه که به نام بهار عرب شروع شد و انقلاب یاسمن نام گرفت. بعدها البته کشورهای دیگری دنبال این راه را پی گرفتند، مصر، لیبی، یمن و سوریه. اما متاسفانه همه این کشورها به دلایلی در به پایان رساندن یا به نتیجه رساندن بهار ملت خود ناموفق بودند. اما تونس با انتخابات اخیر نشان داد که همچنان پیشتاز جوامع عربی در قدم برداشتن به سوی آزادی و دموکراسی است. بعد از فرار بن علی از تونس، انتخاباتی که در سال 2011 در آنجا برگزار شد، حزب اسلامی النهضت که در واقع دوگلوی نهضت آزادی ایران هست و شاخه اخوان المسلمین در تونس محسوب می شود، در یک انتخابات با اکثریت آرا به قدرت رسید. این حزب که از اقبال عمومی برخوردار بود و به علت اینکه در دوره حکومت بن علی رهبرانش سرکوب شده بودند نوعی سمپاتی در میان مردم داشت. اما طی 3 سال حکومت حزب النهضت در تونس مردم متوجه شدند که اسلام پوششی برای اهداف سیاسی بوده و حزب النهضت نه تنها نتوانست جامعه را اداره بکند، بلکه در سایه همین حزب النهضت گروه‌های سلفی و افراطیون اسلامی رشد کردند تا آنجا که 2 تن از رهبران سرشناس انقلاب تونس را ترور کردند. در تظاهراتی که به مناسبت آن به مناسبت ترور شدن این رهبران
در خیابان‌های تونس برگزار می‌شد، همه توجه ها و انگشت اتهام به طرف حزب النهضت بود. حزب النهضت عملاً با گروه های رادیکال اسلامی به نوعی کنار می آمد و حتی اسنادی منتشر شده است که رهبر حزب النهضت الگنوشی در برخورد با بعضی از رهبران سلفی میگوید که بایستی ما قدم به قدم پیش برویم تا اسلام واقعی را پیاده بکنیم. شما زیاد عجله نکنید، ما در هر حال هدفمون با شما یکیه. در هر صورت حزب النهضت نتوانست اقبال عمومی را از آن خود کند و به ویژه با آوردن افراد ناکارآمد بر سر کار اقتصاد تونس را کاملا از هم پاشاند. به این ترتیب در انتخاباتی که این دفعه برای انتخابات پارلمان تونس در هفته گذشته برگزار شد، در روز یکشنبه گذشته برگزار شد، حزب النهضت اکثریت آرا را از دست داد و برعکس آن حزب ندای تونس که 2 سال پیش تشکیل شده است اکثریت کرسی های پارلمان را به دست آورد. پیروزی یک حزب لایک به یک حزب اسلامی در یک کشور اسلامی واقعا یک زلزله سیاسی بود، زیرا همه جامعه شناسان و کارشناسان سیاسی معتقدند در کشورهای جهان سوم، به ویژه در کشورهای اسلامی که به هر حال سالهای سال از دموکراسی محروم بودند، مردم عادی صرفاً به خاطر علایق دینی و بر اساس راهنمودهای رهبران مذهبی رأی می‌دهند. بنابراین در هر کشور اسلامی انتخابات برگزار شود، خواه ناخواه مردم به اسلامیون رأی می‌دهند بدون اینکه از عواقب کار خود باخبر باشند. در تونس اما دیدیم که ملت تونس این بار آگاهانه به پای صندوق‌های رأی رفت و به حزب النهضت نگفت و آرای خود را به حزب ندای تونس داد. حزب ندای تونس یک حزب لایک و حتی میتوان گفت که مخالف سرسخت قدرتگیری اسلامیون هست. القائد السبسی رهبر این حزب در تبلیغات انتخاباتیش میگفت هر کس به ما رأی ندهد به اسلامیون رأی داده است. به این ترتیب از 10 حزب کوچک بزرگ که در انتخابات تونس شرکت کرده بودند، عملاً حزب ندای تونس توانست اکثریت قریب به اتفاق کرسی های پارلمان را به دست آورد. پارلمان تونس 217 کرسی دارد. از این 217 کرسی 95 کرسی از آن ندای تونس هست و 69 کرسی هم به النهضت تعلق می‌گیرند. نخست وزیر طبق قانون اساسی جدید تونس بایستی از میان حزبی که اکثریت پارلمانی را به دست آورده است انتخاب شود و توسط رئیس جمهور قدرت به او تفویض گردد. اما انتخابات ریاست جمهوری نیز 1 ماه بعد در تونس برگزار خواهد شد. به این جهت فعلا سیستم قبلی همچنان بر سر کار هست و بعد از انتخابات ریاست جمهوری دولت جدید به رهبری حزب تونس ندای تونس تشکیل خواهد شد. برای انتخابات ریاست جمهوری همین ماه نوامبر نیز 10 نفر کاندید شدند، ولی
عمده ترین کاندید که شانس پیروزی دارد شخص القاعد السبسی است که رهبر حزب ندای تونس نیز می باشد. روزنامه لوموند به دنبال پیروزی حزب ندای تونس در انتخابات پارلمانی آنجا مصاحبه مفصلی با رهبر این حزب آقای البیجی القاعد السبسی انجام داده است که البته مردم به عنوان احترام آمیز او را به عنوان سبسی صدا می کنند. در این مصاحبه خبرنگار روزنامه لوموند میپرسد که علت پیروزی شما در انتخابات تونس چه بود؟ او میگوید که شکست اقتصادی و سیاسی حزب النهضت دلیل اول پیروزی ما بود. از طرف دیگر جامعه تونس خواهان آزادی و دموکراسی است و از اسلامی شدن جامعه وحشت دارد، زیرا در کشورهایی که در سالهای اخیر اسلامیون به قدرت رسیده‌اند تمام دستاوردهای مدرن و آزادی خواهانه مردم را از آنها گرفته‌اند و نوعی استبداد مذهبی حاکم کردند. السبسی در این رابطه میگوید برای استقرار دموکراسی در یک جامعه چندین شرط لازم است. در تونس همه این شرطها فراهم نیست، ولی بخشی از این شرطها کاملا فراهم شده است. اولین شرط اینه که مردم یک کشور به حد کافی از نظر فرهنگی رشد کرده باشند، بیسوادی ریشه‌کن شده باشد و مردم معنای رأی دادن خود را بفهمند و حقوق شهروندی برای اونها قابل درک و قابل فهم باشد. السبسی میگوید که این مورد در تونس کاملا تحقق یافته است. در تونس عملا بیسوادی وجود ندارد و طی 50 سال گذشته به ویژه از دوره حبیب بورقیبه سرمایه گذاری عظیمی برای آموزش پرورش انجام گرفته و جامعه تونس از مرحله بیسوادی به مرحله در واقع عمومیت یافتن سواد عبور کرده است یا گذر کرده است. دومین شرط آزادی زنان هست. در کشورهای اسلامی مسئله زنان معضل عمده جامعه محسوب می شود، زیرا نیروهای اسلامی حاضر نیستند زنان را به عنوان انسانهای برابر حقوق با مردان بپذیرند و وقتی به قدرت می رسند تماما آنها را به نصف انسان تقلیل می دهند. اما در تونس به همت حبیب بورقیبه بعد از استقلال تونس آزادی زنان واقعا تحقق پیدا کرده و آزادی زنان در تونس امری است که هیچ زنی در تونس حاضر نیست از آن در واقع عدول نماید. سومین شرط مسئله در واقع نوعی قانونگرایی در جامعه هست. طبقه متوسطی که بتواند قوانین را رعایت بکند، به قانون احترام بگذارد. او میگوید که طبقه متوسط ضامن دموکراسی و قانونگرایی در هر کشوری است و تونس خوشبختانه دارای طبقه متوسط گسترده است و این طبقه ضامن دموکراسی محسوب می شود. برای استقرار دموکراسی در جامعه یک شرط چهارم نیز ضروری است و آن رفاه نسبی در جامعه و رشد اقتصادی است. السبسی
میپذیرد و با تأسف میگوید که متاسفانه این مورد هنوز در تونس تحقق پیدا نکرده است. بنابراین برنامه ما و وظیفه اصلی حزب ندای تونس رشد اقتصادی و بالا بردن رفاه مردم و تا اندازه تأمین حداقل زندگی برای همه است تا عده‌ای از روی نیاز اقتصادی مجبور نباشند خود را به این و آن بچسبانند یا عقاید خود را زیر پا بگذارند یا به رادیکالیسم و افراط‌گرایی روی بیاورند. شرط چهارم استقرار دموکراسی رشد اقتصادی و رفاه نسبی در جامعه است و السبسی میگوید ما اگر بتوانیم این شرط را متحقق بکنیم راه تونس به سوی آزادی و دموکراسی بازگشت ناپذیر خواهد شد. اما اکنون خطرهایی وجود دارد و این خطرها به هر حال برای طبقه سیاسی تونس آشنا و قابل پیش بینی بوده. خبرنگار لوموند از او میپرسد که آیا تحولات اخیر در کشورهای همسایه مثل لیبی، مصر و حتی مسائل سوریه تأثیری در شکست اسلامیون داشته است یا شما توانسته این از آن درسی برای خود کسب بکنید؟ السبسی میگوید که لیبی مرز مشترک طولانی با تونس دارد. نزدیک به 1/3 جمعیت لیبی از مرز گذشته و در تونس مستقر شدند. مسائل و ناامنی هایی که در تونس بوده، در لیبی بوده، خواه نخواه به تونس سرایت کرده است. مردم این مسئله را، خطر افراط‌گرایی اسلامی را که بغل گوششان هست کاملا احساس می کنند. یکی از علتهایی که در انتخابات مردم به اسلامیون رأی ندادند همین مسئله بود. روشنفکران و آگاهان جامعه تونس مدتها بود تبلیغ و ترویج می کردند که مسلمان میانه رو معنا ندارد. اینها اصولشان یکیست. هیچ مسلمانی اگر ریاکاری نکند در عمل نمیتواند برابری زن و مرد را بپذیرد، زیرا طبق قوانین اسلامی زن نصف مرد حساب می شود. طبق قوانین اسلامی عملا مسلمان مقدم بر غیر مسلمان هست. هیچ مسلمانی حتی هر چقدرم بخواهد خود را آزادی خواه معرفی بکند نمیتواند این را بپذیرد که یک مسلمان با یک غیر مسلمان برابر هستند. این است که جامعه تونس اینها را فهمیده بود. جامعه تونس میخواهد همه مردم در مقابل قانون برابر باشند، هم از زن، مرد، مسلمان، نامسلمان، یهودی، مسیحی، حتی ادیان آفریقایی که در آنجا وجود دارد و افراد بیدین، هر کس میخواهد باشد، همه در مقابل قانون برابر هستند و هیچ کسی بر دیگری ارجحیت و تقدم ندارد. مردم تونس میدیدند در این رابطه که اوضاع لیبی چگونه آشفته شده و گروه‌هایی برای قدرت اما به نام اسلام دارند همدیگر را میکشند، مملکت خود را ویران میکنند. این یه درس بزرگی بود که تونسی ها از چنگال احزاب اسلامی خود را بیرون بکشند. در رابطه با مسئله مصر
البته مصر نیز درس بزرگی برای تونس بود. در این مصاحبه خبرنگار به خاطره و تجربه مصر اشاره نمی کند، اما چون صحبت ما در مورد تحولات در تونس هست بی مناسبت نیست که من اشاره کوتاهی نیز به این مسئله داشته باشم. بعد از پیروزی انقلاب مصر و سرنگونی مبارک در یک انتخابات آزاد، اخوان المسلمین مصر به قدرت رسیدند و محمد مرسی که نماینده اخوان المسلمین بود رئیس جمهور مصر شد. او 1 سال روی کار ماند. در آن 1 سال تمام تلاش محمد مرسی و حزب اخوان المسلمین به جای اداره مملکت، به جای سرسامان دادن به اقتصاد در هم ریخته مصر، به جای فکر کردن به فردای جوانان مصر که بیکار و ناامید از گذشته آینده هستند، تماما فکر ذکرش چیدن مهره های خود در پست های کلیدی بود. تمام هم و غم محمد مرسی و حزب اخوان المسلمین این بود که عناصر اسلامی را در پست های کلیدی و مسئولیت های سیاسی قرار بدهد و به این ترتیب نوعی انحصارگرایی دینی را در مصر رایج شد. 1 سال بعد ارتش مصر به خواست مردم و با ندای مردم که مخالف این نوع حاکمیت بودند، مخالف تسلط اسلامیون بر جامعه 85 میلیونی مصر بودند، از ارتش می‌خواستند که به صحنه بیاید و به وظیفه میهنی خود عمل بکند و نهایتاً نیز ارتش خواست مردم را لبیک گفت و مرسی را از قدرت برکنار کرد. البته قدرتی که جایگزین آن شد، درستی که با انتخاباتی که انجام دادند رئیس جمهور جدید بیش از مرسی از مردم رأی دارد، ولی مشروعیتش هنوز از طرف بعضی ها مورد سوال هست. این مسئله در تونس نیز بسیار تاثیرگذار بود. حزب النهضت در تونس از خواب بیدار شد و متوجه شد اگر همچنان مثل اخوان المسلمین مصر به چیدن مهره های خود در پست های حساس و پاکسازی عناصر غیر اسلامی از ادارات، مؤسسات و سیستم آموزشی ادامه بدهد، دیر یا زود ارتش تونس نیز راه ارتش مصر را برخواهد گزید و کار به خونریزی خواهد کشید. این بود که القنوشی بعد از مشورت‌های زیادی که با رهبران اخوان المسلمین تونس انجام داد و همچنین با فشاری که سایر احزاب تونسی بر او وارد آوردند، پذیرفت که یک دولت انتقالی تشکیل بشود و انتخابات برگزار بشود و انتخاباتی که یک شنبه گذشته برگزار شد در واقع به خواست مردم و به نوعی برای کنار گذاشتن قانونی اسلامیون از قدرت بود تا ارتش و نیروهای نظامی مانند مصر مجبور نشوند به کودتا متوسل بشوند یا خونریزی و برهم ریختگی جامعه از نو شروع بشود. در این رابطه خبرنگار لوموند از السبسی میپرسد که شما در تبلیغات انتخاباتی خود اعلام میکردین که هر کس به من رأی ندهد یا به ما رأی ندهد به اسلامیون رأی داده است. آیا اکنون قصد دارید
حکومتی غیر اسلامی و بدون حضور اسلامیون در تونس تشکیل بدهید؟ السبسی میگوید که ما دشمن اسلامیون و مسلمانان نیستیم، ما رقیب آنها هستیم. تیتر مصاحبه السبسی هم به زبان فرانسه همین هست که میگوید ما رقیب آنها هستیم، دشمن آنها نیستیم. میگوید که من بارها با القنوشی رهبر نهضت ملاقات کرده و با او صحبت‌های مفصلی داشتم. البته اینجا مسئله این است که آیا سایر احزاب لیبی سایر احزاب تونس حاضر هستند حضور حزب نهضت را در دولت آینده بپذیرند؟ السبسی به این سوال جواب آشکار نداده است، ولی تشکیل دولت ائتلافی را رد نکرده است. سایر احزابی که می توانند همراه ندای تونس در واقع دولت آینده را تشکیل بدهند به قدر کافی نیرو دارند که بدون استفاده از نیروهای النهضت حکومت تشکیل بدهند. حزب لیبرال که رأی سوم را بعد از ندای تونس و النهضت آورده و همچنین حزب چپی که رئیس جمهور الان از آن حزب هست، آنها نیز به حد کافی صندلی در پارلمان تونس دارند و می توانند همراه با ندای تونس دولت غیر مذهبی و لاییک تشکیل بدهند. اما عاقلان سیاسی در تونس ترجیح می دهند اسلامیون را از قدرت به این صورت طرد نکنند. آنها در هر صورت بخشی از جامعه تونس را همراه خود دارند و نباید احساس بکنند که در مسابقه یا در مبارزه سیاسی برای آنها امکان فعالیت دموکراتیک و آزاد فراهم نیست. به همین جهت احتمال دارد دولت آینده تونس از وزرای حزب النهضت نیز در کابینه استفاده بکند. این سوال را السبسی به این ترتیب به پایان میرساند که هنوز فرصت هست در این رابطه رایزنی بکنیم. مسئله شرکت یا عدم شرکت النهضت در دولت آینده در انتخابات ریاست جمهوری مشخص خواهد شد. القنوشی رهبر حزب النهضت خود را بالاتر از این می‌داند که کاندید ریاست جمهوری یا کاندید نخست وزیری بشود. مثل همه گروه‌های اسلامی او به اصطلاح ولایت را بالاتر از حکومت کردن یا ریاست می‌داند. در هر صورت هر اقدامی یا هر کسی از طرف آنها در دولت شرکت بکنند یقیناً با موافقت و خواست القنوشی خواهد بود. القنوشی اخیراً بعد از شکست در انتخابات در مصاحبه‌های متعددی اعلام کرده است که ما حاضریم در دولت ائتلافی آینده شرکت بکنیم. حزب النهضت که شاخه تونسی اخوان المسلمین محسوب می شود، ستاره‌اش از زمانی افول پیدا کرد که اخوان المسلمین مصر عملاً از قدرت کنار گذاشته شدند و به کارهای خشن و درگیری مسلحانه به حاکمیت پرداختند. به این ترتیب القنوشی می‌کوشد خود را به نوعی از برادران مصری، سوری و لیبیایی خود
جدا بکند و خود را آدم دموکرات و آزادیخواهی معرفی نماید. مسئله احزاب دیگر در تونس نیز بسیار اهمیت دارد. المرزوقی نخست وزیر فعلی رهبر یک حزب دست چپی در تونس است. اما قدرت اصلی که مردم را به حرکت در بیاورد سندیکای سراسری تونسی هاست. در این سندیکا که سندیکای حقوقدان وکلا، سندیکای پزشکان، سندیکای کارکنان دولت، سندیکاهای کارخانجات همه متشکل شدند به نوعی اتحادیه سراسری سندیکاهای تونس محسوب می شود. از هر کسی حمایت بکند پیروزی او در انتخابات تضمین شده است. اتحادیه سندیکاهای تونس عملاً به این نتیجه رسیده است که تونس نمیتواند به عقب برگردد. السبسی میگوید که اسلامیون خواهان تشکیل دولت قرون وسطایی هستند با قوانین قرون وسطایی. ما خواهان تشکیل یک دولت قرن 21 هستیم. دولتی که بتواند در صحنه بین المللی عملاً با رقبای خود از موضع قدرت حرف بزند و جامعه را هرچه بیشتر به پیش ببرد. اسلامیون هرچقدر هم خود را دموکرات و مترقی معرفی بکنند نمیتوانند از الگوی حکومت اسلامی که در هر حال الگوی اصلی آن خلافت دوران قرون وسطی است فراتر بروند. بنابراین اختلاف اصلی احزاب اسلامی با احزاب غیر اسلامی در تشکیل نوع دولت است. سندیکاها یا اتحادیه سندیکاهای تونس از دولت مدرن حمایت می کند و نمی خواهد به عقب برگردد. تونس کشور کوچکی است، اما تا اندازه زیادی از نظر آگاهی اجتماعی و فرهنگ مدرن از همه کشورهای عربی پیشرفته تر است. این پیشرفت بلافاصله بعد از استقلال تونس از استعمار فرانسه در اواخر دهه 1950 شروع شده به رهبری حبیب بورقیبه که در واقع اولین حکومت لایک را در شمال آفریقا تشکیل داد. او خود که مجتهد بود با دست خود به زنها کمک کرد تا چادر و چرشاب را که نشان عقب ماندگی بود از سر خود بردارند و با مردان برابر باشند. به همین جهت تونس از نظر شکل زندگی و رابطه با جوامع اروپایی از همه کشورهای عربی پیشرفته تر بوده. این نزدیکی فرهنگی و تحمل و مدارایی که در جامعه تونس وجود دارد باعث شده بود که توریسم و جهانگردی یکی از منابع اصلی درآمد تونس باشد و حتی در دوره‌های منبع اصلی درآمد دولت تونس از توریسم بود. انقلابی که 4 سال پیش در تونس رخ داد این منبع عظیم درآمد را عملاً به حداقل کاهش داد. زیرا با به قدرت رسیدن حزب النهضة جامعه تونس عملاً
دگرگون شد و اسلامیون سعی کردند زنها را با چادر و چرخت به خیابانها روانه بکنند و تا اندازه‌ای اسلامیون افراطی مراکز و امکاناتی که برای توریست و جلب توریست لازم بود مورد حمله قرار دادند و مانع آمدن انبوه توریست ها به تونس شدند. محدود شدن فروش مشروبات الکلی، بسته شدن مراکز تفریح و کاباره ها، همچنین ناامنی که حاصل مماشات حزب النهضت با گروه های افراطی اسلامی بود باعث شد که در جنوب تونس نوعی از گروه های اسلامی مسلح که تا آن موقع در تونس سابقه نداشت برای خود پایگاه ایجاد بکنند و با ارتش و نیروهای امنیتی درگیر بشوند. حتی روز قبل از انتخابات نیز این نیروها تصمیم گرفته بودند نگذارند انتخابات با آرامش برگزار شود، زیرا حدس می‌زدند که اگر انتخابات آزاد و در آرامش برگزار شود احتمالاً اسلامی ها شکست می‌خورند. به همین جهت در جنوب تونس با پلیس درگیری مسلحانه پیدا کردند. فرمانده پلیس میگوید که چون در ساختمانی که افراطیون سلفی سنگر گرفته بودند زن و بچه وجود داشت، ما نمیخواستیم به اون ساختمان حمله بکنیم و میخواستیم آنجا را در محاصره نگه داریم تا آنان نتوانند فرار بکنند و مشکلی برای برگزاری انتخابات ایجاد نمایند. اما در حالی که پلیس منطقه را محاصره کرده بود، یک زن با حجاب اسلامی مسلسل به دست از ساختمان بیرون آمد و به طرف نیروهای انتظامی آتش گشود و ما مجبور شدیم جواب بدهیم و به این ترتیب کسانی که در آن ساختمان بودند عملاً کشته شدند و نتوانستند اقدام خاصی برای برهم زدن انتخابات انجام بدهند. همین که بخشی از افراطیون اسلامی در جنوب تونس برای خود پایگاه درست کردند، این امر باعث می شود که اروپایی ها و توریست های ثروتمند جرأت نکنند به آنجا بروند، زیرا با توجه به گروگانگیری و ربودن توریست ها توسط گروه های اسلامی همواره توریست ها وحشت دارند که توسط گروه های اسلامی ربوده شوند و بعد از ماه‌ها گاهن سالها عذاب و شکنجه یا به دست آنها کشته شوند یا با پرداخت هزینه‌های گران زندگی خود را بخرند. به این ترتیب وجود پایگاه تروریست‌های اسلامی در جنوب تونس اقتصاد توریستی تونس را نیز برهم زده بود و بخشی از جامعه تونس که از راه توریسم زندگی می کند به این امر آگاه بود و به هیچ وجه نمیخواست اسلامیون دوباره انتخاب بشوند و موانع دیگری برای آمدن توریست ها به تونس ایجاد نمایند. اقتصاد تونس به غیر از تونس یک منبع درآمد نسبتاً منظم و ثابتی نیز دارد. تونس بزرگترین صادرکننده پتاسیم در دنیاست. معادن پتاسیم که برای کود شیمیایی مورد مصرف است در تونس به مقدار بسیار زیادی وجود دارد و یکی از منابع اصلی درآمد دولت تونس محسوب می شود.
همچنین یکی دیگر از منابع درآمد تونس مغزهای متفجر آن است. تمام تونسی ها تحصیل کرده هستند و بسیاری از آنها در سایر کشورهای عربی به کار وکالت، طبابت، استادی دانشگاه، کارهای مهندسی و همچنین کارهای تخصصی دیگر، بانکداری و غیره مشغول هستند و بخشی از درآمد سرشار خود را به تونس منتقل می کنند. بنابراین بقای این منابع درآمد احتیاج به آرامش، احتیاج به آزادی نسبی در جامعه تونس داشت و اگر حزب اسلامی پیروز می شد امکان نداشت این روال عادی ادامه پیدا کند. جامعه تونس عملاً مانند لیبی که همسایه آن هست در هرج و مرج فرو می رفت. زلزله سیاسی در تونس نمی توانست از چشم در واقع رقبای تونس و از چشم کسانی که مدافع اخوان المسلمین هستند دور بماند. خبر پیروزی حزب ندای تونس را برای اولین بار خبرگزاری آناتولی ترکیه روی خبرگزاری خود قرار داد و به دنیا مخابره کرد. آنها قبل از اینکه آرا شمرده شود از طریق سنداژ هایی که در مقابل محلهای رأیگیری انجام داده بودند متوجه شده بودند که حزب ندای تونس اکثریت را به دست آورده است و آن را بلافاصله اعلام کردند. اعلان پیروزی یک حزب غیر اسلامی بر یک حزب اسلامی در یک کشور اسلامی از طرف خبرگزاری ترکیه که خود حکومت اسلامی دارد خود بسیار معنیدار است. حزب آق پارتی یا AKP در ترکیه شاخه ترکیه‌ای اخوان المسلمین است و به نوعی برادر حزب النهضت در تونس محسوب می شود. شکست النهضت در تونس در عین حال می تواند نوعی زنج خطری برای خود AKP هم باشد که اگر نتواند نیازهای جامعه ترکیه را آنطور که اکثریت مردم می‌خواهند برآورد کند ممکن است به سرنوشت حزب النهضت تونس تبدیل بشود، دچار بشود. در هر صورت پیروزی یک حزب غیر مذهبی، حزب لایک ندای تونس بر حزب اصلاح طلب مذهبی النهضت تونس یک واقعه بسیار مهم در دنیای سیاست، در جهان اسلام و در منطقه خاورمیانه است. این پیروزی برای همه کسانی که خواهان آزادی و برابری همه انسان‌ها در مقابل قانون هستند مبارک باد. هموطنان عزیز، در اینجا برای چند لحظه اعلان تنفس می‌کنیم. بعد از چند لحظه من باز هم در خدمت شما خواهم.